برای بحث بیشتر همراه هستیم با مهمانان اینجا در استودیو، آقای سید حسین سراج آگاه روابط بین الملل و آقای حمدالله همدرد آگاه مسائل سیاسی هم با ما وصل هستند. بسیار خوش آمدین به بحث. آقای همدرد، شما چطور میبینین به مذاکراتی که به شکل غیر مستقیم آغاز شد و دو طرف به هر حال خوشحال بودند و خوشبینی میکردند از شروع مذاکرات و یکی خوب پیش رفتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه به شما، به مهمان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون. من به موضوع ایران و امریکا، قسمی که ما شما میبینیم تنش‌ها بین امریکا و ایران از سالهای خیلی قبل جریان داره و امریکا هرگز نگذاشته که ایران قوی تر شود. البته میخواد که کشور قوی و از لحاظ اقتصادی باشه، کشور مرفه باشه، ولی نمیخواد که کشور اتمی باشه و یا صاحب اسلحه اتمی باشه. فعلا هم این تنش‌ها که افزایش یافته، یک دلیلش است که اسرائیل و سعودی عربستان که متحدین امریکا هست، آنها از ایران خطر را احساس میکنن. همین حوثی‌های یمن که شما ببینین، کشتی‌های امریکایی را که میزنه در بحر، اونا خودشان یک خطر است که توسط ایران حمایت میشه و امریکا نمیخواد که ایران در پهلوی روس و چین یک خطر دیگری برای امریکا باشد و یا برای متحدین سرسختی که اسرائیل و سعودی عربستان و کشورهای دیگری است. برای از ایران کدام خطر را مواجه ساخته بتانه. از این لحاظ میخواد که ایران را نگذاره تا اسلحه اتمی را بسازه و یا امو اتمی را که ساخته او را در اسلحه استفاده کرده بتانه علیه دشمنانشان که اسرائیل است و سعودی عربستان است و کشورهای دیگری که از مخالفین سرسخت ایران نامیده میشه یا شناخته میشه. به این دلیل امریکا فشارهای خود را وارد کرده، حتی نظامیان خود را بیرون کشیده، به بحر آورده، ولی در عین زمان چون ترامپ این بار میخواد که به حیث یک رئیس جمهور صلح دوست یا صلح آور شناخته شود، از او خاطر کوشش میکنه که به مذاکرات دیپلماتیک ادامه بده و خودش قسمی که مهمان ما شما به اشاره کردی، یک کار نیک است به نظر ما، به خاطر همین منطقه، به خاطر امن منطقه هم خوب است و به خاطر از اینکه امریکا و ایران هر دویشان نمیخواد که از لحاظ اقتصادی در منطقه یک هرج و مرج برپا شود، چون ایران ما شما میشناسیم که یک کشوری است که بسیار زیاد تیل و گاز و چیزها را صادر میکنه و یک نقش خیلی مهم اقتصادی در منطقه داره. امریکا هم فراموش نکنیم که مثلا حداقل تا 3 ماه قبل تر که هنوز ترامپ به قدرت نرسیده بود، بحث مذاکره و گفتگو منتفی بود، ایرانی ها کلا رد میکرد و اون طرف امریکایی ها هم زیاد علاقمند نبود برای مذاکره با جانب ایران. ولی پس از آمدن دونالد ترامپ این علاقمندی افزایش پیدا کرد. ترامپ در اولین دقایق یا به هر حال در اولین روزهای کاریش گفت که میره به سمت مذاکره با ایران، ولی اگر ایران نره، همونطور که گفته بود، دو راه داره، یا حمله نظامی خواهد شد یا هم به هر حال باید وارد مذاکره شود با ما. از طرف دیگر نامه هایی را هم شما دیدین که تبادله شد، ترامپ نامه فرستاد و پس دوباره پاسخی از طرف ایران رفت. اونجا پاسخ جمهوری اسلامی ایران تا آخرین دقایق این بود که ما اصلا مذاکره نمیکنیم و اگر مذاکره هم بکنیم مذاکره آبرومندانه است. رهبر جمهوری اسلامی ایران مطلقاً هم رد میکرد، ولی در نهایت میبینیم عمان میزبان این گفتگوها و میانجی میشه و این گفتگوها ممکن است به شکل مستقیم ولی در اعلام به شکل غیر مستقیم اعلام میشه که ادامه داره. فکر میکنین که واقعاً ایران از یک موقف ضعیف میره به این گفتگوها و از یک موقف میره که ترس داشته از حمله نظامی آمریکا، یا واقعا گفتگوهای معنادار و آنچه که وزیر خارجه ایران میگه که گفتگوی منصفانه و از موضع برابر دنبال میشن؟ به شک نیست که حکومت قبلی امریکا چون به گپش ایستاد نبود و ایران هم خیلی بالایش حساب نمیکرد بالای بایدن، ولی وقتی که دونالد ترامپ آمد، دونالد ترامپ خیلی واضح بر ایران تهدید میکرد، مشوره داد برش، توصیه کرد برش که دو راه داری، یا مذاکرات میکنیم و بم اتم را تولیدش هم ادامه نمیدی و تقویه کردنش هم ادامه نمیدی و در اسلحه هم را استفاده نمیکنیم و یا هم بالایت حمله میکنیم و تمام جاهایی که اونجا شما اتم دارین یا بم اتم دارین رو از بین میبریم برتن دیگه. ایران از یک سو از لحاظ ترس پیش آمد بر مذاکرات، میتونیم بگیم که ترسید از حمله امریکا، چون امریکا نظامیان خود را، عساکر خود را آماده حمله بر ایران ساخته. همین لحظه هم آماده هستند اگر همین مذاکرات هم ناکام شود و ایران
شرایط امریکا را قبول نکنه و بگوید که نه ما میخوایم که کشور اتمی باشیم و برای اونا قناعت دادن، نه تنها که اتم را به خاطر چی میسازه، به خاطر اهداف صلح‌آمیز میسازه و یا به خاطر از این میسازه که دیگران را بالایش بکشه. دیگه اینجا اگر امریکا قناعت حاصل نکنه و این مذاکرات ناکام شود، زیاد امکان داره که دونالد ترامپ بالای ایران حمله بکنه و این رژیم آخوندی که در ایران بعد از شاهشان حاکم شده این ممکن تغییر بده، ولی به نفع ایران هم نیست، به نظر من به نفع امریکا هم نیست اگر جنگ صورت بگیره. از همین خاطر است که ایران خیلی زیرکانه و هوشیارانه عمل کرد و به خاطر این مذاکرات حاضر شد و با نمایندگان خود که اوجا مذاکرات میکنم عام و تام صلاحیت برشان داده تا با امریکا امی صحبت ها و مذاکرات پیش ببره. فعلا ایران چیزی که فایده کرده میتونه ای است که کارهای غنیسازی بم اتم خود را متوقف بسازه یا آهسته بسازه و در عین وقت شرایط را بالای امریکا بگذاره که تمام قیودات یا تمام محدودیت های اقتصادی که بالای ایران گذاشته شده، بالای پاسپورت اینا گذاشته شده که تبع ایرانی نمیتونه آزادانه هر جای سفر بکنه، یا بسیاری کشورها برشان به آسانی ویزا نمیتن و محدودیت های اقتصادی را خیلی زیاد بالایشان وضع کرده. امور را رفع بکنه، از او خود را خلاص بکنه، از لحاظ اقتصادی خود را تقویه بکنه و در عین حال برای امریکا همین اطمینان بده که ما بم اتمی را نمیسازیم، اگر میسازیم یک چیز ناچیز میسازیم به خاطر بعضی اهداف صلح‌آمیزی که به خاطر جنگ نباشه. در این حالت میتونه ایران هم خود نجات بده، هم مردمی خود نجات بده، هم در منطقه امن و امان را قائم داشته باشه و هم برای سعودی و اسرائیل و امریکا اطمینان را بده که علیه آنها بم اتمی و یا اسلحه اتمی را استفاده نمیکنه. خیلی تشکر، سپاسگزار شما. اجازه بدین دوباره به شما برمیگردیم. آقای همدرد، فکر میکنین این مذاکرات تنش‌زدایی واقعی را در پی داشته باشه؟ سه حالت وجود داشته میتونم. یکی است که اگر مذاکرات ناکام شود، قبلا هم برش اشاره کردم، جنگ خواهد شد که جنگ به نفع ایران هم نیست، به نفع امریکا هم نیست و دیگه جنگ بین امریکا و ایران یا بین امریکا، اسرائیل و ایران تنها بین این سه کشور نخواهد بود. این جنگ باز به یک جنگ منطقوی تبدیل خواهد شد. زیاد امکان داره که روس و چین دی مداخله بکنه، کشورهای خلیج دی مداخله بکنه و حتی ترکیه و کشورهای دیگری که ابرقدرت‌های دیگر ممکن دی مداخله بکنه. حالت دومی است که امی حالتی که فعلا جریان داره که بعضاً برای یکی دیگر امی یک دردسر را ایجاد میکنه، یا ایران برای اسرائیل ایجاد میکنه، اسرائیل برای ایران ایجاد میکنه، امریکا از طریق اسرائیل برای ایران یک دردسر ایجاد میکنه. اینی ادامه خواهد داشت و حالت خوبی یا حالت مطلوبی که هست و حالت رای حل دیپلماتیکی است که اگر امی مذاکرات اینا موفقانه پیش بره و کامیاب شود، دو حالت قسمی که قبلا هم برش اشاره کردم، ایران میتونه که تحریم های اقتصادی که بالایش از طرف امریکا و اروپا و کشورهای دیگه وضع شده او را کم بسازه یا از بین ببره، همین فشار بالایشان وارد بکنه تا از لحاظ اقتصادی بتونه ایران را به پای خود استاد بکنه و در این وقت برنامه غنیسازی اتمی خود را متوقف بسازه و اطمینان را برای امریکا و بر جهانیان بده. و در این حال امی بخش نظامی را از هر دو طرف، هم از طرف امریکا و اسرائیل و هم از طرف ایران، عملیات های نظامی را کمتر بسازه یا از بین ببره، کاملا متوقف بسازه. این بهترین حالت برای هر دو طرف است. اگه این حالت صورت نگیره و ناکام شود، طبعا جنگ صورت میگیره و جنگ به نفع هیچ یکشان نیست. دیگه فعلا مربوط به است که ایران چقدر فلکسیبیلیتی یا انعطاف پذیری را نشان میده و امریکا چقدر انعطاف پذیری را نشان میده. به نظر ما اگر ایران با امریکا امیر قبول بکنه که برنامه اتمی خود را یا برنامه غنیسازی اتمی خود را متوقف میسازه، دو حالت امکان داره که امریکا هم یک چراغ سبز، ولی ایران هم حتما امتیازات خواهد خواست در برابر آن. طبیعی میایم به همین نقطه میایم. امریکا هم در این وقت یک چراغ سبز برایش نشان خواهد داد و همون امتیازات را که ایران ازش میخوایم، چون ایران هم اگر ما شما فکر بکنیم ایران هم در منطقه قوت است. ایران هم شما میبینیم که در یمن از طریق امی حوثی ها و در لبنان از طریق حزب الله، در سوریه و در عراق نفوذ خود را در جنگ های نیابتی خود داره. دیگه ایران ما شما دست کم گرفتن نمیتونیم. اونا هم مجبوریت های خود را دارم و هم میتونه برای امریکا میره بفهمانه که من در منطقه قرار دارم، در اینجا وجود دارم، ما هم از خود سیالی و شریکی با قدرت های منطقه دارم، نمیتونم که خیلی خود را ضعیف بسازم یا خود ضعیف نشان بدم یا خود ضعیف جلوه بدم. امکان داره که حتی بالای امی برنامه متوقف سازی یا متوقف کردن غنی سازی یورانیم یا اتمیشان
توافق هم صورت بگیره، زیاد امکان داره که امیر حتی میدیایی نسازه، رسانه‌ای نسازه به خاطر حفظ حیثیت ایران، ولی امکان داره که بالایش توافق صورت بگیره و در این حال از امریکا و از اسرائیل و سعودی عربستان و کشورهای دیگری که بالای ایران، بالای پالیسی های خارجی ایران و بالای تولیدات ایران تاثیرگذار هستند، از اونها امتیازات خود را بگیره. خیلی تشکر، ممنون شما. در موضوع اسرائیل نسبت به این روند چی خواهد بود فکر میکنید شما؟ چون مثلا اسرائیل قبلا گفته بود که سال 2025 سال حمله به ایران است، زیاد علاقمند نبود امریکایی ها با ایران به یک توافق به هر حال دست پیدا بکنه. اگر این مذاکرات بره به سمت مثبت و نزدیک شود دو طرف برای یک توافق، فکر میکنید اسرائیل چی موضعی را اختیار خواهد کرد؟ ببینید، ما شما میفهمیم که اسرائیل بالای پالیسی خارجی امریکا خیلی تاثیرگذار است و نفوذ سیاسیشان در امریکا، در کنگره امریکا و در بخش پالیسی سازا و بخش CIA و دیگر جایش خیلی زیاد است. اونا میتونه که مثلا تصمیم امریکا را به نفع خود بچرخانه و همیشه بالای امریکا فشار وارد کرده که ایران را محدودتر بسازه، بالای ایران تحریم های بیشتر وضع شود و اصلا ایران را نگذاره که قابلیت از این داشته باشه تا با اسرائیل رویارویی بکنه یا در تقابل قرار گرفته بتانه. مثلا در یمن و در سوریه و در فلسطین، در هر جایی که ایران و اسرائیل با هم روبرو میشه، اصلا ایران نتانه که در مقابل اسرائیل استاد شده بتانه. از او خاطر فکر میکنم که طبیعی است که اسرائیل میخواست که بالای ایران حمله صورت بگیره و ایران بیشتر تضعیف شود، ولی دیگه امریکا هم مصارف جنگ خود را هم میسنجه و این جنجال هایی که بعد از حمله بر ایران برمیخیزه یا به میان میایه اونو را هم سنجش میکنه. اگر یک تصمیم ناسنجیده را بگیره، دیگه خود امریکا هم خیلی ضرر میبینه، اما حیثیت جهانیش هم زیر پا میشه و در این وقت ابرقدرت های دیگر از موقع استفاده کرده امریکا را ممکن بیشتر ضعیف بسازه. ما شما میدانیم از روزی که دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور شده، بیشتر از سازمان های بین المللی که امریکا عضوی از او بود، از او عضویت را لغو کرده و کوشش میکنه که پولی بیشتر را پسنداز بکنه یا سیف بکنه یا مصارف گزافی که از طریق فساد به مصرف میرسید و مصارفش معلوم نبود که کجا مصرف میشه، موثریتش کم بود، اونو را کمتر میسازه و مصارف بودجه دولت خود را خیلی محدود ساختن، بیشتر محدود میسازه. از او خاطر به هیچ وجه من فکر میکنم که امریکا و قدر هم تحت تاثیر فشار اسرائیل قرار نخواهد گرفت که بالای ایران حمله بکنه، ولی اسرائیل همیشه میخواد که ایران نباید یک قوت اتمی باشه و همیشه میخواد که از طریق امریکا ایران را تحت فشار قرار بده. سپاسگزار شما آقای حمدالله همدرد، آگاه مسائل سیاسی و حضورتان در محور و رسیدیم به پایان برنامه. شب شما بخیر.